بریم وارد یکی از پروژه های خیلی لوکسمون بشیم. با تگ در رو باز میکنیم، وارد ورودی در واقع میشیم. دمپاییمو بپوشم. خب از همین ابتدای ورودی اینجا یک آینه کار کردیم، قاب بندی که دورش سبک کلی کار نئو کلاسیک هست. این قسمت جا کفشی رو داریم. کلا راه رو هم طراحی دار هستش، یعنی اومدیم کف رو تفکیک کردیم با سرامیک به این صورت. اینجا پارکت، اینجا سرامیک. سرویس های بهداشتی همه فول کار شده. درپای اتاقی که کار کردیم برای سرویس ها کاملا ضد آب هستش. سقف‌های سرویس بهداشتی رو کامل اومدیم کشسان کار کردیم با فن‌های سوپر سایلنت و جانمایی‌هایی که مشاهده میکنید. برای ورود به خونه یه درگاهی ایجاد کردیم با کناف که وارد میشید. بسیار لاکچری و حرفه‌ای. این قسمت هم راهروی به سمت اتاق خواب‌ها رو داره که یکی از اون اتاق خواب‌ها درب بیرون هم داره. برای تک تک رادیات‌ها کاور شوفاژ طراحی شده به این صورت. سقف کامل خونه دستخوش تغییرات شده که بر اساس طراحیمون بشینه کار. تفکیک سازی فضاها. این قسمت نشیمنی که به صورت گوشه دنج میشه گفت کار شده. قاب بندی ها همه حرفه‌ای کامل طراحی شده هستش. این قسمت شومینه اتانولی رو داریم. خب الان اتانول نداره که روشن بشه. ترکیب اسلب با شیاری هایی که رنگ پلیورتان هستش. قاب بندی ها رو که میبینید نگاه کنید، در واقع از اینجا امتداد پیدا کرده رفته، انگار این سنگ کار رو برش زده، هم از بالا از پایین. ادامه کار اینجا اومده و هم وصل شده. خب قسمت آشپزخونه هم دارید میبینید که اینجا هم این درگاهی رعایت شده که ما از این المان کرف تو جای جای این خونه استفاده کردیم. مثل اینجا پشت نشیمن اصلی خونه که یک طراحی بسیار حرفه‌ای و خوب. ستون هم داشتیم، ستون هم مخفی کردیم. ببینید انتهای کار هم از فلوتی استفاده کردیم، رنگ پلیورتان. کاورهای شوفاژ. تیوی بسیار حرفه‌ای که همون اتفاق برش قاب بندی ها رو هم با توی این قسمت داریم. جزئیات تیوی رو بخوایم بهتر ببینیم به این صورت هست. در واقع رنگ پلیورتان مشکی با یه طراحی بسیار جالب که وسط درب به صورت کفتراش هست، بالا پایین شیاری. این پشت تیوی اسلب سرامیک مات خورده، 2 تا اسلب خورده. این قسمت ها هم که با ایجاد کردن چند پله تونستیم به جذابیت کار اضافه کنیم. شیاری های پلیورتان. حتی کاور شوفاژ های ما رنگ پلیورتان والرسا اسپانیا هستش. کف پارکت جناقی کار کردیم که خیلی به جذابیت خونه اضافه کرده. بریم فضا رو بهتر ببینیم، بیشتر ببینیم. خب توی این قسمت میز ناهارخوری داریم، پشتش باز آینه کار کردیم با توجه به سبک و علاقه‌ای که کارفرما به این سبک داشته. از آینه هم خب استفاده بیشتر شده. تفکیک سازی سقف رو نگاه کنید. ما برای قسمت ناهارخوری تفکیک بسیار خوبی رو داشتیم. اینجا هم همینطور و نشیمن اصلی هم همینطور. این قسمتی هم که به صورت گوشه دنج هست کامل بیس قرار دادیم با یک ویو بسیار فوق‌العاده. کفای تراس رو هم ترمو کار کردیم. ببینید تمام جزئیات این خونه، حتی از جانمایی کلید پریز ها کار تیم ما بوده کامل. ببینید چقدر روی جزئیات دقت داشتیم که این قاب بندی طبق نقشه ما یه کوچولو رفته این ور که کاور رادیاتور بشینه داخل کار. این هم همینطور قطع کرده کار رو.
صندلی بسیار عالی که واقعا لذت بخشه. خب بریم وارد قلب خونه، آشپزخونه بشیم. خب ما با ایجاد کردن این درگاهی باعث شدیم که آشپزخونه کامل خودش رو تفکیک کنه نسبت به فضای پذیرایی و غیره، که خیلی هم کارو جذاب کرده. به سبک نئوکلاسیک هم کاملا میاد. یک جزیره، یک در واقع جزیره غول پیکر و عالی رو اینجا داریم با یک طراحی بسیار منحصر به فرد با اسلب سرامیک مشکی و رنگ پلی اورتان مشکی. خیلی جذاب کرده کار رو. یه پریستوکار بسیار کاربردی اینجا داریم که نورش هم کم و زیاد میشه کرد و فرستادش داخل. آشپزخونه هم که طراحیشو کاملا دارید میبینید که این بخش سمت یخچال و با این قدی‌ها یه جورایی قرینه همدیگه هستن و این روبرو هم به همین صورت قرینگی رعایت شده. معمولا تو این سبکا باید رعایت بشه. جزیره‌ای که 6 نفر رو کامل ساپورت میکنه با صندلی‌های بسیار جادار، پهنای بسیار خوب و کامل. میتونید به عنوان ناهارخوری هم ازش استفاده کنید. از همین اسلب سرامیک بسیار جذاب و ماس ما برای فضاهای بین کابینت، صفحه روی کابینت، فضای بین کابینت، وقتی میگیم فضای بین کابینت یعنی اینجاها هم شامل حالش میشه و این صفحه استفاده کردیم که خیلی کار رو منحصر به فرد کرده. خب تو این قسمت یک سینک بسیار جادار تک لگن رو داریم که تصفیه هم روش نصبه با یک شیر در واقع قابل جابجایی. مدل درپا رو نگاه کنید، همه جا رعایت شده، هم توی مشکیایی که توی تیوی داشتیم هم سفیدایی که اینجا هم داریم. خب این قسمت هم ما توی این قدی ها اومدیم خیلی مرتب و تمیز ماشین ظرفشویی رو مخفی کردیم. بدنه‌های کارمون رو نگاه کنید، لولاهای کار. توی این قسمت هم ما یه حالت میشه گفت بار مانند رو داریم به این صورت که هم نور پردازی داره، هم داخلش از روکش طبیعی بلوط استفاده شده، پریز برق داره و یک میز ریلی آرامبند. خیلی کار جذاب کرده. توی این قسمت ما این سری کشوهای بسیار حرفه‌ای بلوم داریم، بلوم اتریش که خب اینا همه سفارشی سازه دیگه. در واقع بلوم یک کشوی قاشق چنگایی که روی امضای کارامون هست، روی اکثر کارها داریم اینو. سوپرمارکت هایی که قابل استفاده است. اینجا هم هود مخفی رو داریم. توی این قسمت هم دوباره کاملا قابل استفاده یک دونه پریز گذاشتیم اون پشت، میتونن قهوه ساز استفاده کنن به این صورت. نور پردازی توی کار واقعا معجزه میکنه. این دیوار کوبا رو نگاه کنید روی مشکی چقدر جذاب شده و نور پردازی کلی کار. روی تراس رو بریم. روی تراس هم کامل کار شده، کفا همه ترمو شده. دو طرف کار کابینت کار کردیم که کاملا کاربردی باشه، بتونن استفاده کنن. اینجا هم از بهترین متریال استفاده شده، منتها کار مدرن‌تر و جمع و جورتر هستش. بعدن درب‌های پایین همه سوپرمات سفید، بالایی همه روکش طبیعی بلوط که ما اومدیم روش ابزار CNC انداختیم. توی این قسمت هم بهشون فضای این شکلی دادیم که نور پردازی هم داره. ما گذاشتیم، الان کلیدشون نزدم. در واقع بهشون دوتا کشوهای عمیق دادیم به صورت آرامبند. خیلی کاربردی. اینجا هم ستون داشتن که ستون رو ما این شکلی یه سمتشو با عمق کم برای فضا وسیله هایی که بسیار هم کاربردی روی تراس استفاده بشه و این شکل.
اینجا یه باربیکیو دارم و این شیشه ریلی که کاملا همشون جمع میشه میره کنار برای کارفرما پیاده سازی کردیم. ببینید ما سقف تراس رو هم همه رو کناف کردیم، نورپردازی بسیار کاربردی، تک تک دور تا دور همه جا سرامیک شده که جای خالی نمونه. مثلا اینجا سرامیک شده که قبلش یه سرامیک بسیار زشتی بود که روی اونو پوشش دادیم و این شیشه که کاملا میره کنار و از این منظره بسیار راحت میتونید استفاده کنید روی میز صبحانه خوری یا نهار خوری. بریم سمت اتاق‌ها رو با هم ببینیم. خب اینجا کفش رو دوباره سرامیک کردیم. اینا میتونست اسلب هم بشه حالا بنا با خواسته کارفرما که همین هم یه بسیار جذاب شد. با سرامیک های 128 استفاده شد که راهرو رو به این جذابی در آوردیم. درهای اتاقی خیلی حرفه‌ای کار شده، روی دیوارها قاب بندی حرفه‌ای، باز هم قرینگی و آینه هایی که بسیار هوشمندانه کار شده. بریم تو اتاق VIP. خب اینجا یه بار رو داریم که کاملا کاربردی، سینک داره، یخچال داره، قهوه‌شو درست میکنه، نورپردازی خیلی خوب، بدنها همه SPL مات، در مورد خط و خش خیلی مقاوم، در مورد رطوبت هم مقاوم، کاور رادیات. اینجا بذارید من اول تمام نورپردازی رو روشن کنم. اینجا ما اومدیم با این طرح در اتاقم ببندم، طرح هلالی که داریم کار کردیم که این طرح رو اینجا هم داریم. پشت دیوارها همه شیاری خورده، تخت و لمسه و اینا هم همه کار خودمون است، پاتختی ها ساخت خودمونه. معمولا مثلا یه نفر بخواد یه سفارش پاتختی تک بده ما انجام نمیدیم، اون در قالب پروژه این کارا رو انجام میدیم. اینجا باز از این ورق استفاده شده، از این ورق تو جای جای این کار استفاده شده. این پارتیشنه که شیشه بسیار خاص هستش، جدا کننده اون قسمت بار هست با فضای اتاق خواب که خیلی کارو منحصر به فرد کرده. اینجا روی ستون ما آینه کار کردیم، باز هم از این دیتیل این ورق استفاده کردیم. درپای کمد رو نگاه کنید چه دیتیل جذابی داره. داخل کمد ها خیلی مرتب و انکات، کشوهای بسیار کاربردی. خب و یک میز کار بسیار خوب. نورپردازی دار. داخل سرویس هم اینجا بهتون نشون بدم. ببینید حتی این پارتیشن شیشه‌ای هم کار ما بوده، سقف کشسان، نورپردازی ها و تشکیلاتی که میبینید دیگه همه با نظارت ما و کار ما انجام شد. خب بریم تو اتاقهای بعدی. اینجا لاندری رو داریم، لاندری بسیار خوب. البته ما ماشین رو آورده بودیم توی ارتفاع که خب بعدش تصمیم گرفتن که بیارن پایین، استفاده براشون خیلی راحت نبود. صفحه SPL که کاملا ضد آب، بین کابینتش هم همینطور. لاندری دیگه. خب بریم توی این اتاق جذابی سرویس هم ببینیم، سرویس ها رو از دست ندیم. سقف کیسان. مثلا یه سری لوله کشی ها، یه سری کنده کاری ها اتفاق افتاده تو سرویس ها. مثلا لوله اونجا بوده ما آوردیمش این ور که بتونیم مثلا دور شدن و تشکیلاتش رو بذاریم. خب میخوام بگم که این خونه هیچ جزئیاتی نبوده که ما اینجا انجام ندیم، یعنی خیلی هم وقت گذاشتیم. دربای اتاق خوابی رو میبینید که خیلی جذابن کار شده. کف پارکت، حتی این پاف وسط هم کار تیم والسا بوده. در اتاق رو میبندیم. یک کلوزت رومه
پینترسی، ژورنالی، هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت. واقعا آرزوی هر خانومیه که یه همچین کلازت رومی داشته باشه. حالا بعضی میگن کلازت، بعضی میگن کلازت، فرقی نمیکنه. شیشه های این کلازت روم ساده است، یعنی دودی نیست، چون داخل کار بافت چرم تیره کار شده. به این شکل شما میبینید، بافت رو نگاه کنید. اینا کارهای سوپر وی آی پی ماستا، یعنی انتخاب هر فردی نیست، چون کار بسیار لوکس و درجه یک و پریمیوم ما هستش. پشت کار هم حتی از همین ورق بارشین خورده که معمولا ما این پشت کار رو چیز میزنیم، ورق بدنه رو میزنیم برای کارهایی که خیلی وی آی پی تر هست و خود کارفرما به ما سفارش میکنه. معمولا توی کارهایی که ویترینی هست 100%، یه جورایی دیگه اینجوری بگم، معمولا هم گفتم 100% هم گفتم، انتهای کار میزنیم، چون درم که بسته میشه بازم داخل کار و دیده میشه. این کلوزت روم کاملا تفکیک سازی شده، یعنی همه وسیله ها جای خاص خودشونو دارن. این روبرو هم که ما با توجه به سبک کاربازی آینه کار کردیم و قرینه سازی، کشوهای بسیار حرفه‌ای، داخلای کشوها هم از همین کار شده. متریال کیفیت بی‌نظیر یراقالات و بدنه و جنسی که ما تو کارمون استفاده میکنیم رو میتونید از پشت همین فیلم هم متوجه بشید. تمام کمدها رنگ پلیورتان برند خودمونه. میدونید که اولین و تنها ترین رنگ پلیورتان حرفه‌ای، یعنی سالن رنگ حرفه‌ای، تمام حرفه‌ای استان گلستان هم دست برند خودمونه. خب اینا رو بخوام یکم داخلاشو بهتون نشون بدم، ویدیو طولانی میشه، ولی خب خیلی طولانی هم بشه میذارمش یوتیوب، هر کی دوست داشت بره ببینه. ببینید داخلای کار رو. خب بریم اتاق بعدی. اتاق مهمان رو ببریم. اول اتاق مهمان یک کمد بسیار کاربردی و خوب برای رخت خواب و اینا خورده که با یک درب جذاب در ورق 25 میل رنگ پلیورتان برند خودمون. اینجا میلی کار شده، در یه تیک هست، نگاه کنید. 25 میل بودنه به ما این کمک رو میکنه که این کارا رو روی هر دری انجام بدیم. این اتاق خیلی جزئیات آنچنانی نداره، ولی بازم کلی کار شده دیگه. یه کنسول، حتی پاف کار خودمون، تخت کار خودمون با قیمت بسیار مناسب. پشت تخت هم کامل کار کردیم. این وسطاش اومدیم از اسلاب سرامیک استفاده کردیم، دو طرف نور پردازی داره و دیوار کوب، و حتی پشت این در رو هم قاب بندی کردیم. خب روی این دیوار هم باز فلوتی کار کردیم. یه سری این دیوار کوبا که این شکلی هست دیگه ما سر ساختمون باید مجبوریم رنگ کنیم، چون بر اساس قناسی دیوار و اینا در آورده میشه. اینجا بچه‌ها خام میان میچسبونن و عیب و ایرادشو نقاش میگیره. این کاور رادیات ها همه اینا کاملا آنالیز شده است. مثلا اون رادیاتی که اون پشتش قرار گرفته شاید یه ذره اینورتر بوده، ما اومدیم نقشه رو جوری طراحی کردیم که این قاب کامل بیفته وسط. اینقدر رو دیتیل ها دقت کردیم که مثلا این ور 10 سانت میمونه، اون ور هم همینقدر بمونه. این جزئیات برامون بسیار مهم بوده. بریم اتاق مستر. اینجا هم باز یک جدا کننده شیشه‌ای زدیم، ریلیه. بخوام استفادهش رو بهتون بدم. شیرالات و دوشه توی سقف و دیگه تمام ماجرا. خب اینجا باز ما
یک کلوزت بسیار جذاب، واقعا من دوستش داشتم. اینجا کار کردیم، باز هم با همون ورقای خیلی خاص و هنوز کارفرما انقدر بهشون کمد دادیم هنوز نتونستن پرش کنن با اینکه کلی وسیله داشتن. دستگیره های بلند به این شکل. اینجا هم این الان فیکه، اولیش قابل استفاده است اینجوری، به بعدش اصلا دیواره، اینا اصلا این کمد نیست. اوکی، ما اومدیم شبیه به این سمت در آوردیم یه جورایی که یه کاربری داده باشیم بهش، چون از اینجا به بعد اینجا یه تو رفتگی میره عقب میاد جلو بعد میره تا اون انتها. ما اینا رو شبیه به در گرفتیم. جزئیات سقفی که اومدیم تغییرات دادیم، سقفش کناف بود ولی خب بر اساس طراحیمون جور در نمی اومد، اومدیم این جزئیات رو درستش کردیم. این قاب بندی ها، این فلزی که اینجا میبینید دور آینه هست، اینا رو ما خودمون کار کردیم. قاب بندی هایی که با فکر همشون کار شده، اینجا میاد همخونی داره با این، میاد میچرخه میاد پایین. هدبورد تخت رو مشاهده میکنید که گوشه های کروی داره، اینا رو همه رو با کناف در آوردیم. لمسه هایی که کار کردیم اینجا باز دوباره کرو کار کردیم. اینا استوکوه، سرامیک نیست، که اینا هم باز با همکاری دوستان دیگه همون کار کردیم. و این هم MDF خام زدیم و اومدیم روش استوکو کار کردیم. یه سری بخشا مثلا هوشمندسازی یا مثلا همین استوکو کامل نظارت ما بوده، طرح ما بوده، ایده ما بوده، ولی اومدیم مثلا از تیم‌های دیگه هم استفاده کردیم که کاملا مسئولیت اون تیم در اختیار ما بوده و کارفرما هم این قدرت رو به ما داده که هر آیتمی زیر نظر ما پیش بره، ولی این نبوده که مثلا خودش بره یه استکار دیگه بیاره. اینجا هم باز یه تراس داریم که ویو داره، کف تمام تراس ها ترمو خورده. تقریبا همه جا رو بهتون نشون دادم دیگه. پیروز باشید.